لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى وليه المرتضى وعلى حبيبته الزهراء وعلى الأئمة الهدى، لا سيما على مولانا صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح من سواه فداه، ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. وروي عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. صدق الله و صدق رسوله و اولیاؤه. سینه لبریز از عشق خدا دارد شهید، در دل خود یک جهان لطف و صفا دارد شهید. گلشن باغ وجود از خون او گیرد صفا، رهبری گلگل کفن در کربلا دارد شهید. قول بل احیاء عند ربهم از حق شنو، قول بل احیاء عند ربهم از حق شنو. میزبانی همچو ذاتی کبریا دارد شهید. کن نظر با چشم دل جاه و مقامش را ببین، در جنان جا در کنار مصطفی دارد شهید. با ادب نام شهیدان را ببر در زندگی، با ادب نام شهیدان را ببر در زندگی. آبرو بهر شفاعت در جزا دارد شهید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت غمبار و مظلومانه برادر عزیز و بزرگوار ما شهید نوروز علی مرادی را، محضر خانواده داغدار مرادی و محضر برادر عزیز و گرامی ما جناب شیخ محمد ابراهیم مرادی، هم از سوی خودم اصالتاً و هم از سوی منورین مشرف در مجلس و فرهیختگان و فرزانگانی که با تشریف آوری کریمانه و بزرگوارانه شان مجلس را زینت بخشیدن، اسباب کاهش آلام و مصائب را فراهم کردن و اکنون از مجلس مرخص گشته‌اند، به صورت وکالت تسلیت عرض میکنم و متقابلا از سوی خودم اصالتاً و از سوی خانواده مرادی و مخصوصاً برادر عزیز و گرامی ما شیخ محمد ابراهیم مرادی از تشریف آوری همه اعزه و اجله نخبگان و فرزانگانی که در مجلس حضور دارند و چی آنانی که تشریف بردند، از تشریف آوری کریمانه و بزرگوارانه همگان شما اظهار تقدیر و تشکر به عمل می آورم. ان شاء الله این توفیق را خدای منان هم به ما و هم به خانواده مرادی و برادر عزیز ما عنایت بکند تا بتوانیم زحمات کریمانه و بزرگوارانه شما دوستان گرانقدر را در مناسبت‌های خوشیتان جبران کنیم. یاد کنید و شاد کنید ارواح همه رفتگان، گذشتگان و حقداران، روح کوثر قرآن عطیه خداوند سبحان حضرت زهرای مرضی علیها الصلاة والسلام و روح این شهید والا مقام شهید نوروز علی مرادی را، و برای شفای همه بیماران و مجروحان خاصتاً برادر عزیز و بزرگوار ما از خانواده مرادی که در بستر بیماری و در شفاخانه بستری هستند و تحت مراقبت‌های شدید دکتران در افغانستان قرار دارند، به آبروی امام سجاد علیه السلام دردش به دوا و رنجش به شفا مبدل گردد و هر چی زود ان شاء الله سرش از بستر بیماری مع الخیر و عافیه برداشته شود. بر محمد و آل محمد صلوات. و اجازه همه منورین مشرف در مجلس، قرعه فال در ختم مجلس یاد بود از شهید مرادی والا مقام و یادنام من بیچاره زده شده است. دو تا مقوله در این مجلس قابل بحث است. یک مقوله مقام شهید و شهادت است که اگر در این مقوله وارد شوم و بخواهم مطالبی به عرض شما برسانم، شاید تحصیل حاصل باشد و هیچ نفعی هم نداشته باشد، برای اینکه هر یکی از شماها بسیار به مراتب بیشتر از من مقام شهید را می‌دانید. فقط به عنوان مقدمه‌ای که عوامل شهادت مظلومانه و غریبانه جوانان همانند شهید مرادی را یک مقدار به تحلیل بگیریم، به عنوان مقدمه جمله را خدمت شما عرض می‌کنم و آن این که شهید با شهادت خودش یک کار سلبی انجام می‌دهد و یک کار ایجابی. کار سلبی که شهید با شهادتش انجام می‌دهد این است که قطرات خون مظلومانه شهید وقتی به زمین ریختانده می‌شود، هر فردی و افرادی نحله جامعه‌ای و کسانی که در قتل و در به شهادت رساندن اون انسان شهید مظلوم نقش و دست داشته‌اند، آبروی اینها را برای ابد میبرد و زمینه نابودی آنها را فراهم میکند. این کار سلبی که شهید انجام میدهد.
کار ایجابی که شهید انجام می‌دهد این است که شهید برای خودش و برای خانواده‌اش مقام به دست می‌آورد، ارمغان می‌آورد. خانواده‌ای که در قبال فرزند جوانشان داغدار می‌شوند و فرزند جوانشان نه در مرگ طبیعی که در زیر لحاف و کمپل و در خانه به مرگ طبیعی جان سپرده باشد، نه، او برای دفاع از عزت حریم خانواده خودش به شهادت میرسد، مظلومانه در داخل خانه اش، در حریم کاشانه اش. این شهید هم خودش که مقامش بسیار هم مقام والاست، به نص فرمایش حضرت علی علیه السلام که برای مالک اشتر در اون عهدنامه مصر برای مالک اشتر یک به اصطلاح هدیه داد، هدیه‌ای که علی برای شیعیان مخلصش و برای محبان دلباخته اش میداد هدیه اندکی نبود. در پایان عهدنامه مالک اشتر که امیر مؤمنان مرقوم فرمود نوشته کرد که مالک و ایختم لی و لک بالسعادة و شهاده، خدا پایان کار منی علی و توی مالک اشتری نخعی را با سعادت و شهادت رقم بزند. آخری کار یک کسی که با شهادت رقم میخورد ظاهرش تلخ است، ظاهرش استخوان سوز است، ظاهرش جگرخراش است، ظاهرش اشک به گونه های صورت ما جاری می کند. باطنی قضیه را اگر نگاه کنید میبینیم فوز است و فلاح، میبینیم درجات عالیه و مقامات رفیعه فقط نصیب شهید نشده است، بلکه نصیب خانواده شهید، نصیب قوم شهید، نصیب عشیره شهید و نصیب دوستان و بستگان شهید خواهد شد. چه عجب بیباکانه، چه عجب آبرومندانه یک کسی وقت در حریم خانواده و خانه و کاشانه اش قطرات خون مظلومانه اش به زمین ریختانده می شود، در حریم قریه به او تعرض می شود. این شهادت چقدر آبرومندی است، این چقدر منزلت است. ما به عنوان افرادی که به کسانی تعرض کنیم و نسبت به انسانهای دست ظلم و جنایت و اجحاف و ظلم دراز کنیم در قریه دیگران نرفته ایم، ما در نقاط دیگر تعرض نکرده ایم، ما در کنار زن و بچه من، در کنار خانه و کاشانه من، در کنار خانواده من، جرم ما فقط یک چیز است و آن صداقت و آن وطن دوستی و آن مهر و محبت خاندان علی و زهرا علیهم السلام است و الا ما جرم دیگری نداریم. دشمن طاووس باشد پر او، همه مردم طاووس را میزنند، همه مردم دنبال طاووس میگردند. جرم طاووس چیست؟ طاووس از خود جرمی ندارد، فقط جرمش این است که او قد و بالای زیبایی دارد، فقط جرمش این است که طاووس پر و بال خوبی دارد. به جرم خوب بودن، به جرم زیبایی او باید این همه هزینه تقبل کند و این همه هزینه را باید پرداخت کند. شهید دو تا کار، یک کار سلبی که با شهادتش آبروی ظالمان و منافقان و قاتلان را میبرد و کار ایجابیش این است که او خانواده خودش را، جامعه خودش را طیب و طاهر می کند و برای خانواده و جامعه خودش آبرومندی به ارمغان می آورد. در زیارتنامه سید الشهدا سلام الله علیه می خوانیم که تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، شما خودتان پاک بودید، پاک باخته و پاک بازانه و آبرومندانه در سرزمین کربلا به شهادت رسیدید. قطرات خون شما سبب شد این سرزمین طیب و طاهر گردد. متقابلا دشمنان شما سر تا پا قذارت و پلیدی و آلودگی دامن دشمنان شما را گرفت. شهید مرادی هم خودش وقت به شهادت رسید برای خانواده و بستگان آبرو شد، برای خانواده و بستگان آبرومندی ایجاد کرد که ای بسا روز قیامت اون شهید والا مقام یک کراست و بلند و با قامت رسا استاد شود و ما و امثال ما محتاجی شفاعت او به عنوان یک شهید والا مقام باشیم و ای بسا علاوه بر خانواده اش، عشیره و قومش را و جامعه اش را و مردم مظلوم و ستم کشیده و ستم دیده اش را هم در کنار خودش و بر علاوه خانواده اش به سمت بهشت خواهد برد. اما دشمنانش چی؟ اما قاتلان چی؟ اینها آبرو ریخته به دنیا آمدن به دلیل اینکه نسلا در نسل اینها خونخوارن، آبرو ریخته هم تا زمانی که در زیر آسمان کبود خدا زندگی کنن مانند انسان نفس نمیکشن. اینها آبرو ریخته و سرفگنده و شرمنده و زبون دو روزه در این دنیا زندگی خواهد کرد. به تعبیر شاعر که خون مظلوم دست از دامان ظالم بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را، با شهادت شهید قطرات خون او دامن این انسان ستمگر و این انسان منافق و این انسان خونخوار را دامنش را رها نخواهد کرد. سؤالی که مطرح است این است که این بار اول